امروز 6 دسامبر. مثل جمهوری اسلامی که 2 هفته پیش آزار و اذیتم دادن به خاطر نتانیاهو، ولی تو مملکت خودم روزی 10 بار اسرائیل میخوان محو کنن. فیلم گذاشتم، تهدید کردم و بعد نتانیاهو اسرائیل دید که اون اتفاق براش پیش اومد و چند روز بعد آتش بس کرد با حزب الله که مردم بیگناه از 2 طرف کشته نشن، ولی تاوانشو با دندون من دادم، تاوانشو از من گرفتن و مسائل دیگه که اسم نمیارم، شخصیه، که چه بلاهایی به سر جسم و زندگی من میارن. دوباره نصف شب منو آزار و اذیت دادن، جلو من حرف میزنم، جلو پهبادش دارم حرف میزنم، صدا منو میشنوه، من نمیتونم دروغ بگم، جدا از این که اصلا خصلتا دروغگو نیستم. گفتم خدا نشانتون خواهد داد. به نشانه خوزستانی بودنم مچه سلیمان زلزله شد. بوشهر آقای سایت همه چی دون فیسبوکش که خودش خوب میدونه چی کار است توی ماجرا، چندین بار زلزله شد، ویرانی به وجود اومد. ساعت 8:40 شب 35 ستاره 5 شماره گذاشتم با تاریخ ثبت اینترنتی به نشانه کالیفرنیای آمریکاش 7.3 ریشتر زلزله شد. چرا؟ که غلط زیادی با زندگی من نکن، چه با ستارت، چه با پهباد مزدور کابلیستی ماسونریت و مزدورایی که تو اطلاعات ایران داری و هر چیزی ویرانتون میکنم، بمیرم نسلتون رو ور میدارم، چون میدونم کید و خوبم میدونید که من میدونم کید. امام زمانم، مسیحم، آدمیم که از طرف خدا حرف میزنم. هر کی میخوای اعتقاد داشته باش، اصلا برای من مهم نیست. اصلا به دین اعتقاد نداری، کائنات تحت امر منه در حال حاضر، چه خوشت بیاد چه بدت بیاد، علمی بهش فکر کن. و سلام. تاریخش هست، سوره 35 آیات قرآن میشه فاطر. الله فاطر السماوات والارض. پهباد الدنگ که با قرآن خوندن خود من مثل آیه قرآن رفتی رو آسمون شدی، عقاب آسمانی خداوند مالک زمین و آسمان است و مراقب است، ولی داری جنایت میکنی بر علیه من و بیخیالی. سوره 5 قرآن که میشه مائده، به نشانه عکسای مائده خانم که پدر سوخته بازی میکنی با پستایی که برای خودش داره میذاره، چیزایی که شبیه مسائل زندگی منه که چشم شدی میبینی، اونم با معجزات قرآنی من برای من پیام بازی میکنی. 35 ستاره 5 نوشتم که بفهمی زلزله کالیفرنیا امروز کار کی بود. و سلام. حواست به حد و حدود خودت باشه، مزلف مشرک منافق بیشعور حیوان صفت. امروز 6 دسامبر. مثل جمهوری اسلامی که 2 هفته پیش آزار و اذیتم دادن به خاطر نتانیاهو، ولی تو مملکت خودم روزی 10 بار اسرائیل میخوان محو کنن. فیلم گذاشتم، تهدید کردم و بعد نتانیاهو اسرائیل